اولین ماشینی که شما دوست داشتید بخرید چی بود؟ آخه میدونم شما از بچگی علاقه زیادی به ماشین بازی دارید، اما تو خانواده‌ای بزرگ شدی که وضعیت مالی خوبی نداشت. آره، پدرم تو پرتغال یه دونه پژو 405 ماه 16 داشت، نقره‌ای رنگ بود که از پرتغال تا فرانسه بار قاچاق جابجا میکرد. همیشه مجبور بود با سرعت بالای 240 تا تو جاده رانندگی کنه. یا آهنگ کردی آوات بوکانی هم میذاشت تو ماشینش. من تو بچگی کنارش میشستم، لذت میبردم. از اونجا به بعد بود یه ماشین بازی علاقه‌مند شدم. من عاشق پژو 405 بودم. اولین شکست عشقی که تو زندگیم خوردم متوقف